شاید به جرئت بتونم بگم پولدارترین بازیگر سینمای ایران، یکی از کسایی که توی سینما به این معروفه که همیشه پول داره. چرا میخندی؟ خوب بود، تعریف خوبی بود، حال کردم. چیکار می‌کنی با پولات؟ اگه تئاتر پول داشت میکائیل شهرستانی عکس مینداخت میذاشت پوز نیست سبک زندگیم. خودم خندم گرفت. از اول بریم. بر نمیگردونه تئاتر پولشو؟ تئاتر اگه پول داشت میکائیل شهرستانی عکس میذاشت میذاشت پوز نیست سبک زندگی. تئاتر پول نداره. تو فقط بگو چرا؟ من بقیش چرا؟ میکائیل شهرستانی عکس میذاشت میگم پوز نیست سبک پولاتو چیکار کردی؟ پولاتو چیکار کردی سام؟ تئاتر پول نداره یعنی؟ نه یه دونه آخری. نه من ببین اولش بازیگرم. نخندیم تمام. من بازیگرم نتونم کنترل کنم که خیلی بده. آره واقعا. تئاتر پول نداره نه؟ نه اگه داشت چی میشد؟ میکشم.